سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام میکاپ باربی براتون انجام بدم مثل عکسی که براتون گذاشتم. امیدوارم که دقیق مثلش در بیاد. خب اول تنها چیزی که فعلا دارم چون تو مسافرتم ضد آفتاب رنگی با پوشش متوسطه. اینو به کل صورتم، زیر چشمام و نواحی تیره میزنم و چون پد ندارم با دستام فیدش میکنم. با اینکه کاور متوسطی داره ولی کامل رو پوستم نشست و مخملی شد. برای آرایش باربی هم باید حتما پوست مخملی بشه. بعد از زدن کرم پودر حتما باید پنکیک یا پودر فیکس بزنیم تا پوستمون مخملی تر بشه. بعدش به مقدار خیلی خیلی زیاد روی گونه ها، سیب گونه و نزدیک شقیقه رژگونه میزنیم. از اونجایی که من سایه با خودم نیاوردم از همین رژگونه پشت پلکمم میزنم. بعد با براش رژگونه‌مو فید میکنم و با دست پشت پلکمو فید میکنم چون براشم نداریم. کامل پخشش میکنم پشت پلکم. از یه برق لب شاین واسه پشت پلکم استفاده میکنم و همینطور زیر پلکم. یه ژل ابروی کاسه برمیدارم و ابروامو به سمت بالا لیفت میکنم، مخصوصا انتهای ابروامو تا کامل لیفت هم شقیقه بشه هم ابروام بره. یه خط لب برمیدارم و از گوشه داخلی لبم سر تا سرشو میکشم، همینطور قسمت بالاش و یه خورده به وسطش میزنم و از اونجایی که گفتم سایه نداریم از این رژ لب واسه ادامه سایه استفاده میکنم. وسط لبم از همون شاین چشمم میزنم به مقدار زیاد و مهمترین قسمت ریمل زدن تا چشمامون درشت بشه و فرموژه اول باید بزنیم. اینجا یادم رفت، اول فرموژه بعد ریمل. خط چشممون رو حالت گربه‌ای میکشیم تا چشما کشیده و درشت به نظر بیاد. اینجا فاینال کاره. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و شبیه عکسی که گذاشتم شده باشه. ممنون از نگاهتون. خدا